سلام به همه، خوش اومدیم به این ویدیو. خب آقا بزن بریم شطرنج هفتگیمونو بزنیم تو رگ. با ایتالیان شروع بازی مورد علاقه خودم شروع میکنم. وقتی میرسی خونه خسته ای واقعا چیزی بهتر از این نمیتونی پیدا کنی. و همینطوری حریف داره سر یه حرکت ساده انقدر فکر میکنه. خب اینجا یه تله‌ای هست که متاسفانه این دوست گرامی ما نیفتاد توش، ولی یه بازی خیلی جالب تری هست. و به همین راحتی الان احتمالا این حرکت اتفاق میفته. بله، زیادی قابل پیش بینیه. خب این هم الان یکی از کارهایی که حریف میتونه انجام بده که نداد. جالبه. و خوب یکم این حرکت برام عجیبه. خب این کارو میکنیم. الان اینو رفتم جلو، این هست، این لاین رخ باز میشه اگه زد. خب حالا زدن اینجا واقعا داستان متفاوتی نداره. با رخ میزنیم، اگه اینو بیاره میزنیم توش. بله، فیلش هم میگیریم، چرا که نه. البته این حرکت ها اینجا داره که البته با این میای این کارم میتونیم بکنیم. اون خیلی باحال میشه اگه بتونم یه ماتی توش پیدا کنم، که سعی میکنم پیدا کنم. یک شطرنج بازی که الان اسمش یادم نمیاد متاسفانه، میگفت هر وقت فکر کردی بهترین حرکت رو پیدا کردی دنبال یه حرکت بهتر بگرد. که خب این دوست گرامی ما هیچ کدوم از اون حرکت های خوبی که من فکر میکردم ممکنه رو انجام نداد. و الان این مات در که این کار رو میتونه بکنه، یا اینکه مات شه. مات نمیشه. بعد این هست، این ریزاین کرد. ایول، با لگ همیشگیمون پیش میریم جلو. همیشه من منتظر میمونم اینا بیاد. میخوام ببینم اگه بد بود برم مثلا بازی رو نگاه کنم. البته الان میدونم خیلی بد نیست، ولی خب این اوکیه. میریم دسته بعدی. اوکی، خیلی هم عالی. وای، اینجا یه حرکتی خب خوب انجام نداد، شانس آوردم. این هست، وای، اینجا اگه بیاد اینجا مجبورم بیام اینجا یا اینجا. البته اینو خب آماده میکنم برای قلعه. برای این کارم هست. احتمالا حریف برای این اومده. خب مثل این که نه. قلعه میریم و الان پوزیشن خوبی داریم، یعنی کل برتری که حریف داشت فکر کنم میره طی این چند حرکت. نمیزنم، میذارم خودش بزنه.
این کارو میکنم. احتمالا اینجا این اتفاق میفته. نه اوکی، باید اسبمو میزد به نظر خودم. الان این فیل که خیلی هم به دردش میخورد اتفاقا، در هر صورت رفتنیه، یعنی یا تعویض میکنه اینجا یا مثلا میره عقب. خوب این حرکت اینجا اتفاق نمیفته 100%. این حرکت شاید اتفاق بیفته که این میشه، نه این میشه و او خب حالا با وزیر یا با اسب؟ ترجیح میدم اینجا با وزیر بزنم. این اتفاق احتمالا نمیفته. افتاد. ایول پیاده مفت. فکر نکنم بیاد تعویض کنه. شاید مثلا سعی کنه اینجا وزیر رو ترپ کنه که نمیشه. شاید هم تعویض کنه، نمیدونم. یعنی من جای اون بودم تعویض میکردم، ولی خب مثل اینکه دوست گرامی ما به تعویض کردن اعتقادی نداره و مثل اینکه خیلی بازیش خوب نمیخوام اینو بگم پس نمیگم. مثل اینکه خیلی توی این موقعیتات خوب نیست. این باز بهتره، چون الان من نه مثل اینکه فورس خیلی بدیه. بعد اینجا چنگال چیزم هست. این پیاده ها این دفاع شده، اینم باید بیاره اینجا برای این دفاع کنه که احتمالا نمیکنه و سعی میکنه یه طوری حمله کنه، یا اینکه خیلی راحت پیادهشو میده که البته به هر حال یکی از اینا میره الان که دفاع رو برداشت. اینجا که نمیتونه بیاد، اینجا شاید، اینجا هم که نمیشه، به درد نمیخوره. اصلا رو خود نیاز نداره تکون بده. شاید برگشت که این اتفاق میفته. بله اینجا برای این چنگال خیلی خوب، فقط باید شاه تکون بده اینجا. تازه اینجا هم بره باز چنگاله. خوب حالا ما شروع میکنیم حمله کردن. البته تازه یه کاری هم که میتونیم بکنیم دوباره همینه که احتمالا فکر میکنه با رخ شاید بیام، شاید خیلی جدی نگیره، شاید هم اینو بیاره. حالا اونو بیاره که آورد. میزنیم کیش میزنیم. اوکی کیش. خب کیش چه برو بزنیم؟ خیلی هم عالی. ریزاین کرد. بازی خوبی داشت اینجا که اون پیاده بی رو 2 تا بیاره جلو، پیاده دفاع کننده اسب منو تهدید کنه، ولی خب در نهایت واقعا خیلی کاری نمیتونست بکنه. خب برگردیم به مدل نرمال کار خودمون. وقتی که میتونید پیادهاتون رو بیارین مرکز. خب این شوربازی رو من تا حالا ندیدم. ولی معمولا من جلوی دراگون باز میکنم و 100% این پیشنهاد افتضاحه.
دوست گرامی. این هست الان. این نه نیست. خیلی هم عالی. و قلعه چه بهتر. تمپ. خب دین 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 دین. اوکی، میریم موقعیت رو باز کنیم. قبول نمیکنه. عادی هست ولی خب خیلی خوشم نمیاد کلا من از اون حرکت. خب میریم برای این. احتمالا این اتفاق میفته. شاید اینو برم. نیفتاد. پس اینو انجام میدیم. این حرکت الان هست. کاش اون کارو کرده بودم. خب حرکتش خوب نبود. خیلی نمیتونم سرزنشش کنم. حرکتش عادی بود. توی این بخش شنید، توی این موقعیت نمیاد تو ذهن، دهنم کلن کلمه. این خیلی الان تهدید بدیه برای حریف که اومد جلوشو بگیره. الان من اینو دارم؟ نه ندارم. باید شروع کنم آماده سازی برای حمله بیشتر. حرکت اولمونم این خواهد بود. خیلی اوکی. این اسب اینجا اومدن عادی بود ولی خب بعدش کجا میخواد بره؟ ای دوست گرامی من. بله، سر جای قبلیش. خب این اسب احتمالاً یعنی 100% میخواد بیاد اینجا. ما اینطوری دفاع میکنیم. شاید بیاد اینجا. الان ما میریم اینجا. خب وضعیت خوبه. من که راضیم. این اتفاق میفته؟ نه نمیفته. بلاندر بدیه. این هم باز بلاندر بدیه. خواهد الان باز کنه از این ور بیاد. من اینو دارم. او مثل این که نخواست اون کارو بکنه. این کارو میکنیم. برمیگرده. میایم اینجا. اسبو بیاره میزنیم. وزیر رو میریم اینجا. نه نمیریم. خب چه حرکت جالب انگیزناکی. بوم. خب الان این لاین و این لاین خیلی. چرا اون حرکت رو ندیدم؟ یکم ناامید شدم از خودم و همین الان تمپ دادم متاسفانه. خب نه دیگه، داره زیادی سعی میکنه. از اینجا به بعد متاسفانه دیگه جواب نمیده. شاید این کار رو امتحان کنم یا این کار. این کار رو بیشتر ترجیح میدم.
الان رخم اومده داخل، میخواد اسب رو برداره با مثلا این همچین تهدیدی چیزی. شاید نمیدونم واقعا تهدیدش جدی هست نیست. میزنیم با رخ، میزنه. نه جدی نیست، ولی خب ما چون آدم مهربونی هستیم ها. یه لحظه قاطی کردم. نه مثل که یه چیزی هست ولی خب چیزی نیست. میریم عقب. حریف تو زوگزاگ خالصه، ولی من اوکی هم نسبتا. او اینجا یه بازی قشنگی هست براش. بزنم. لاین کلن میشه مال خودم دیگه، پس خوبه. اوکی. کم کم باید یه طوری برسیم به این پیاده. خیلی هم عالی. بعدش این حرکت، دفاع از اسب خودمون. شاید این اتفاق بیفته. این پیاده الان تنها نقطه ضعفه. خب دوست ما زرنگه خیلی واقعا. الان این خونه رو برای حرکت های آینده بست. اینجا بسته است، اینجا بسته است، اینجا بسته است، اینجا بسته است. خیلی موقعیتی نیست که حریف بخواد بهش علاقه مند باشه، ولی حریف کل نکته اینجاست. خب این پیاده رو تهدید میکنیم، احتمالا رخ میاد اینجا. از تو میریم برای حرکت های آینده ای مثل این. خب نه مثل این که حرکتم جالب نبود. بله اینجا یه حرکت بعدی کردم و الان اینجا دفاع شد. این لاین گرفته شد که البته خیلی راحت میشه پسش گرفت، ولی در کل خیلی از این که وای من که 3 دقیقه شد تایمم. خب اینجا جاییه که هول میشیم. همیشه حواستون به تایمتون باشه، چون واقعا به ضررتون تموم میشه. ببینید الان این مگه 2 دقیقه پیش جرأت اصلا همچین حرکتایی رو داشت؟ الان که من تایم عقبم یا البته خب من تازه متوجه شدم ولی الان احتمالا میاد اینجا درا بشه. بریم برای درا. اصلا چه هدفی داشت این حرکت؟ من میتونستم خیلی راحت برم این از اینجا به موقعیت ضعیفی که این نقطه داره حمله کنم. وای تو رو خدا برگرد. خب اون حرکت رو درک نمی کنم هیچ جوره، ولی چه بهتر.
خب این ترید خیلی به نفعم بود. الان میتونم یه فشاری بیارم. بالاخره فشاری بیاریم. خب مثل این که حریف نمیخواد دست برداره. این یه پیاده خیلی چیز رو مخیه. حتی حاضرم اینجا اسب رو براش سکریفایس کنم. شایدم نه. خب این فکر کنیم مثل این که زد خب در خیالت دوست گرامی من، در خیالت بوم 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 یا بوم 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 بوم. خب چرا یهو انقدر راحت شد؟ الان این اتفاق ممکنه بیفته. و عملا دارم وزیر بازم رو روش فلکس میکنم. خب جایی که بلاندرها شروع میشن وریزان 3 دست پشت سر هم بردیم. خب آقا دم همتون گرم که تا اینجا دیدین ویدیو رو. واقعا ممنونم. امیدوارم لذت برده باشین. رفتیم روی وینینگ سپری و حالا ایشالله ویدیوهای بعد یکی از این دستا رو شاید مثلا تحلیل کنم براتون. اینجا دیگه وقت دارم قشنگ حرف بزنم. اینطوری تایمم به 2 دقیقه کشیده نمیشه. و آره دیگه دم همتون گرم و خدا نگهدار.